کفرگویی احمدی اصفهانی در روزخوانی. الا ای کعبه من، هر که این شعر به دلش میشینه اشک زیاره میشه، دعاشا به مادرش کنه. الا ای کعبه من، زمزم من، قبلگاه من، تو محراب منی، من در نمازم رو به تو دارم. الا ای کعبه من، زمزم من، قبلگاه من، تو محراب منی، من در نمازم رو به تو دارم. حسین من گله کرب و بلای تو بود مهر نماز من، گله کرب و بلای تو بود مهر نماز من. به عشق بوسه بر این خاک گاهی سر فرود آر. یه بیت دیگه شما بخونم. طواف چار گوش کعبه. حاج مجید ربانی گفت آقا من دارم میرم مکه التماس دعا. گفتم برو مکه، من حالا دیلای اینا میبرم کربلا. طواف چار گوش کعبه باشد خواهش مردم، ولی من طوف شش گوش مزارت آرزو دارم. بینندگان عزیز، ببینید که این روزخوان جاهل چگونه از خود بیخود شده و اصول و ثوابت دین اسلام را زیر سوال میبرد و میگوید امام حسین کعبه و زمزم و قبله میباشد و ایشان محراب است که هنگام نماز به سوی او رو میکند و طواف مرقد امام حسین را برتر از طواف کعبه میداند و میگوید اگر سر به سجده فرود میآورم به خاطر مهری است که از تربت حسین درست شده است. الله متعال میفرماید بگو همانا نماز و قربانی و زندگی و مرگم از آن الله پروردگار جهانیان است، شریکی ندارد و به توحید امر شده ام و من نخستین مسلمان امتم هستم. و نیز می‌فرماید این اول بیت وضع للناس للذی ببکة مبارکا و هدی للعالمین فیه آیات بینات مقام ابراهیم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. نخستین خانه‌ای که برای عبادت مردم مقرر شد همان است که در مکه قرار دارد و برای جهانیان مایه برکت و هدایت است و در آن نشانه‌های روشن و مقام ابراهیم است. هر کس واردش شود در امان است. حج این خانه برای الله بر کسی که توانایی رفتن به آنجا را دارد واجب است و هر کس انکار ورزد بداند که الله از جهانیان بی نیاز است. اما می‌بینیم چگونه این روزخوان
مقام قبر حسین را از کعبه برتر می‌داند و آرزو می‌کند بر آن طواف کند. الله متعال در قرآن می‌فرماید: الم تر ان الله يسجد له من في السماوات ومن في الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. آیا نمی‌دانی همه کسانی که در آسمان‌ها و زمین هستند و نیز خورشید و ماه و ستارگان و کوه‌ها و درختان و چارپایان و بسیاری از مردم برای الله سجده می‌کنند و بسیاری هم سزاوار عذاب هستند و هر کس که الله خارش نماید دیگر کسی نیست که او را گرامی بدارد. بیگمان الله هرچه بخواهد انجام می‌دهد. الله متعال در این آیه می‌فرماید همه موجودات از ستارگان و سیارگان گرفته و حیوانات برای الله سجده می‌کنند. اما این آخوند روزخان می‌گوید اگر سجده می‌کنم فقط به خاطر مهری است که از تربت حسین ساخته شده است.